مردم با آلی انصاری چی کردند؟ داغدار شدن آلی انصاری در انگلستان و شکایت شوهر آلی انصاری که اصلا باورتان نمی شود از اوسام فرزان. کنسرت های باور نکردنی آلی انصاری و اوسام فرزان در کانادا و رفتار عجیب با باور نکردنی اوسام فرزان با آلی انصاری. من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان باد. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. اوسام فرزان، هنرمند خوش صدای افغان که این روزها با سرودن آهنگ‌های دوگانه با آلی انصاری به اوج شهرت هنری رسیده است و رفتار عاشقانه و باور نکردنی اوسام فرزان با آلی انصاری مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. آلی انصاری در کشور انگلستان زندگی می کند. وی در انگلستان ازدواج کرده بود و از همسر اولش دارای 2 فرزند می باشد. بعد از جدا شدن شوهر اولش و کارهای هنریش آغاز کرد که مورد حمایت و تشویق گسترده مردم افغانستان قرار گرفت. اما جدیداً آلی انصاری یکی از پسرانش در انگلستان در حادثه ترافیکی جراحت برداشته است و در شفاخانه بستری است. به همین دلیل آلی انصاری مدت می شود دیگر به کارهای هنریش نپرداخته است و کاملا از کارهای هنریش دور بوده است. شایعاتی که گویا آلی انصاری با اوسام فرزان ازدواج کرده است تمامش دروغ بوده است. اوسام فرزان در کانادا بعد از تحولات رژیمی در افغانستان سفر کرد و در آنجا مصروف تحصیلاتش می باشد، ولی در پهلوی تحصیلاتش وی گاهگاه آهنگ می سراید که آهنگ‌های اوسام فرزان مورد حمایت و تشویق مردم افغانستان قرار گرفت. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت الله یزال تمنا دارم. عزیزان و دوستان خوبم، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. اگر تا هنوز دوست کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آلی انصاری به اشتراک بگذارید تا درود دیگر تمام شما خوبان را به لای منان سپرده موفق و کامیاب باشید.